دوستان عزیز، میخوام امروز یکم از دروغ‌های مسئولین در خصوص فاجعه و سونامی سیلی که در ایران اتفاق افتاد رو برای شما افشا بکنیم و یه سری نکات جالب و عجیب غریب این سیل داشت که فقط شما به چند تا از این دروغ‌هاش اگر توجه بکنید متوجه میشید که عمق فاجعه سیل نبوده، عمق فاجعه مدیریت این مسئولین بوده و از اون فاجعه تری بوده که کی اینا رو کرده استاندار. نمونهش آقای شریعتی استاندار خوزستان که میانش روی آنتن زنده شبکه خبر که راجع به وضعیت سیلاب توضیح بده. بعد من میگه که با توجه به خر تو خر بودن استان و بعضی از شهرها و اینا و ورود سیلاب به استان ما داریم مدیریت میکنیم. فکر کنید مثلا که خر تو خر بودن، حتما یک کاری کرده بوده قبل از مصاحبه. همین آقای شریعتی استاندار خوزستان بلند میشه میره سوسنگر که به درد و دلهای مردمی گوش بده که یک سیلاب در یک ثانیه همه زندگیشون رو زیر آب برده. شما حساب بکنید یک یخچال و گازشون بره زیر آب 30 میلیون تومان پولشه، دولت میاد بده؟ زمین‌های کشاورزیشون زیر آب. همین امروز خبر اومده که 7000 تن ماهی در استان لرستان با توجه به مزارع پرورش ماهی و این کسایی که داشتن این کار انجام میدن که 25 مزرعه پرورش ماهی بودن در استان لرستان زیر آب رفته. تمام سرمایه‌اش رفته زیر آب. اینا بهش کمک بکنن؟ نه. حالا این طرف خونه زندگیش رفته زیر آب. بعد استاندار میگه برو مخالف نظام، برو مخالف فلان، یه چیزی هم بهش میزنه و میگه میبریم تو گونی، میبریم تا از این صحبت. یعنی به جای که بشینه پای درد و دلهای طرف عصبانیه، همه زندگیش رفته، شما این برخوردو باش میکنی. کاری با محتوای حرف طرف نداریم. شما به عنوان یک مسئول باید احترام بذاری به مردم. اون شده رعیت، شده اون شدی ارباب. ببینید فای بیرات نزن، حرفا بیرات نزن، برو بیرات نزن. ما میشیم تو بیت اینا. آدم مخالف نظام بی تربیت. نظام نه؟ گفتم. دیدید دیگه، واقعا حرفی توش نیست. بعد از اون قضیه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داد که آقای شریعتی باید برن از این شخص معذرت خواهی بکنن و خدای شریعتی هم رفتن سوسنگر و یه ویدیو هم منتشر شد که از اون شخص معذرت خواهی کرده. ببینید. شما پدر همیشه تحمل فرزنداشو نمی‌کنه. خب شما اگر چیزی ناگواری شنیده باشید به بزرگی خودتون شما اینا رو خواهش میکنم. من دست یکایک ما انتظار داریم از شما، چون ما مظلومیم. نگاه کن شب و روز این مردم نه خواب نه خوراک دارن. خب انتظار این است از مسئولین که فقط به چشم محبت به ما نگاه بکنن. انشالله به چشم محبت. همین اومدن شماها یک روحیه به ما میده. ما فکر میکنیم که مسئولین به ما توجه دارن. من همینطور وظیفه ماست. پس شما نبایستی ناراحت بشید، عصبی نباید بشید. خواهش میکنم. اما یک نکته و سوتی جالب وجود داره. اون شخص اولی که میاد اعتراض میکنه و آقای استاندار میگه تو گونی میبریمت، اون شخص دومی نیست که آقای استاندار میره ازش معذرت خواهی میکنه. یعنی یه کسی دیگه میاد تو خیابون میارن و میگن بیا معذرت خواهی بکنیم ازت از این صحبت ها. روی تصویر بهتون توضیح میدم. این شخص اولی هستش که آقای استاندار جلوی ایشون وای میسن و ایشون از آقای استاندار انتقاد میکنه. ببینید این نفر اول هستن و اینجا آقای شریعتیه که داره به صحبت این شخص گوش میده و بعدش هم داره اعتراض میکنه که همه زندگیش رفته. این شخص این چهرشه، درسته؟ اما نفر دوم که آقای استاندار میره آقای استاندار میره جلوی ایشون و ازش معذرت خواهی میکنه و به قیافه مظلومی که اکثر مدیران میگیرن، نفر دوم هستش. حالا ما این دوتا تصویر گذاشتیم کنار هم دیگه. این تصویر نفر اول و این هم تصویر نفر دوم. قشنگ قضاوت با خودتون که آیا این شخصی که اعتراض کرده همین شخص دومی هستش که در روی تصویر میبینید اینجوری سر مردم رو کلاه میذارن. خیلی هم ساده میتونید برید تو اینترنت ویدیوها رو خودتون نگاه بکنید. مظلوم نمایی و نمیدونم از این صحبت ها ما زیاد داریم در بین مسئولین. حالا از این بالاتر هم وجود داره. اومدن در رسانه ها اعلام کردن
که ما دستور تخلیه هیچ کدوم از مناطق اهواز رو صادر نکردیم و اهواز در امنیت کامل به سر میبره. ببینید خبرش رو از خبرگزاری ایسنا هم براتون رفرنس زدم دیگه. ببینید گفته که تخلیه منازل اهواز صحت ندارد. معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه دبی رودخانه کارون رو به تثبیت و سپس کاهش خواهد بود، گفت خبر یا صوت منتشر شده در خصوص تخلیه منازل اهواز صحت ندارد و در صورت لزوم اطلاع رسانی می شود. اما این خبرگزاری فارس مال استان خوزستان گفته که خطر سیل و دشواری های تخلیه منازل برای اهالی سید خلف اهواز، یعنی چی؟ اومدن در خبرگزاری اسنا گفتن که ما کی گفتیم منازل رو تخلیه بکنیم، اما توی خبرگزاری دیگه شون اعلام کرده بودن که منازل سید خلف که در نزدیکی کیانپارس اهواز قرار داره باید تخلیه بشه. این هم ویدیوش باورتون نمیشه. اهالی محترم کوی سید خلف مکرراً اعلام می‌دارد خواهشمندید نسبت به تخلیه منازل خود هرچه سریعتر اقدام فرمایید. شهرداری اهواز نمایشگاه بین‌المللی را موقتاً جهت اسکان تمامی عزیزان مهیا کرده. خواهشمندید نسبت به تخلیه منازل خود هرچه سریعتر اقدام فرمایید. البته شاید مسئولین منطقه سید خلف رو جزء اهواز حساب نمی کنن. حالا من روی تصویر با نقشه برای همه مردم ایران و دنیا توضیح میدم که سید خلف کجاست و اصلا سیل چگونه وارد استان خوزستان شده. یک توضیح ساده در حد 1-2 دقیقه قشنگ به مردم توضیح میدیم، چیزی که در صدا و سیما ایران ارزه ندارن توضیح به مردم بدن که مردم رو آگاه بکنن. یعنی همچین ویدیویی رو اگر یه هفته پیش صدا و سیما ایران منتشر میکرد خیلی از مردم آگاه میشدن. ببینید این تصویر گوگل ارته. گوگل ارت تصویری هستش که در اختیار همه است و این هم نقشه ایرانه که با هم دیگه میبینیم و قابلیت دسترسی رو همه دارن. میایم جلوتر زوم میکنیم روی استان لرستان. یکم هم کنده ولی خب سیل توی مناطق استان لرستان و کوهگیری و بای رحمت اومد و معمولا سیل به سمت استانهای جنوبی در حرکتی که میاد میریزه توی خلیج فارس. ما چندین تا سد در استان خوزستان داریم که در مناطق شمالی استان خوزستان ما 2 تا دونه سد داریم. یکی سد کرخه هستش و دیگری هم سد دز که اول سد دز رو نگاه میکنیم و شاید خیلی از شما به این معلم رفتید و دیدید که بارها دریچه های سد دز رو باز کردن و دریچه های تخلیه‌اش رو که بخواد آب بیشتر از حد مجاز پشت این سدها قرار نگیره و سد احتمال اینکه بشکنه خیلی زیاد هستش. به خاطر همین آب رو از چندین تا دریچه توی روزهای مختلف باز کرد. ببینیم تصاویرش. خب تصاویر سد دز رو دیدید که دریچه هاش رو باز کردن، دریچه های استاریش رو. اما سد بعدی سد کرخه هستش که در اندیمش قرار داره و این روزها خیلی خبرهای زیادی شنیدید. ظرفیت فعلی کرخه 34 برابر سد کرجه که شاید خیلی از دوستان رفته باشن و دیده باشن که آب بسیاری توی این سد ذخیره میشه. و حالا اگر ما برگردیم به تصاویر قبلی، اگر این 2 سد به هر دلیلی میشکست، تمام این شهرهای دسفول، شوش، شوشتر، اندیمش و به سمت پایین اگر بیایم که میرسیم به اهواز، به زیر آب میرفت سوسنگرد یا بخش غربی شهر اهواز، استان خوزستان رو بهتر بگیم، و میومد پایین و میرفت حالا یا قسمتش توی خلیج فارس و یا قسمتش هم میرفت به عراق. اما سد کرخه که یکی از بزرگترین سدهای ایران هم هستش و برای اولین بار ظرفیت سد کرخه پر شد و خیلی از دوستانم اگر ویدیوها رو دیده باشن ویدیوهای دیواره سد کرخه رو دیدن که اگر ببینید 6 تا مخزن خروجی داره که آب رو با فشار زیاد خارج میکنه و اگر این سد میشکست عملا چندین تا شهر اصلا خوزستان که فکر کنم زیر آب میرفت. و ببینید این محلهایی هستش که با یه تصویر ساده و شماتیک میتونستن به مردم نشون بدن
مسیر سد کرخه رو که اون روستایی که در حاشیه این سد هستن تخلیه بکنن و خیلی راحت میتونستم به مردم اطلاع رسانی بکنم. مسیر سد رو میبینید که داره آب از اون سرازیر میشه. حالا من دارم به صورت چشمی میرم، ولی خب با یک اطلاع رسانی ساده میشد به مردم اطلاع رسانی کرد و میبینید مسیر سد رو. و این دو تا سدی هستش که در استان خوزستان وجود داره. حتی سد زیاد داریم، سد کارون و سدهای مختلفی وجود داره، اما این دو تا سدهای استراتژیکی بودن که در استان خوزستان وجود داشتن. خب دیدید این وضعیت دو تا سد رو که اگر این دو تا سد حالا به هر دلیلی میشکست اتفاقات فاجعه باری رو برای استان خوزستان به بار می‌آورد. مسئولین هم که زیر بار می‌رفتن که گفتن حالا یه وام بلاعوض بهتون میدیم، ولی خب الان هم دارن میگن ما وام می‌خوایم بدیم. وام نمیدن مسکن مهرهایی که زمان آقای احمدی نژاد ساخته شده بود رو بسازن. الان میخوام وام بدن این خونه‌ای که تخریب شده رو بسازن. پول تو کدوم بانکتون دارید که میخواید به مردم بدید؟ ذخیره ارزی دارید مگه؟ حالا بگذاریم، بحث ما بحث این سدهاست. در حال حاضر در آخرین خبرهایی که اعلام شده که وضعیت سدها تثبیت شده. بریم ببینیم. ایران سدهای کرخه و دز این دو سد در شرایط پایدارند. شهروندان به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند. مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت ورودی سد کرخه امروز به حدود 1400 و خروجی آن به حدود 1800 متر مکعب بر ثانیه رسیده است. به گفته مدیرعامل سد و نیروگاه دز هم میزان ورودی به سد دز امروز به 1400 و خروجی آن به 1700 متر مکعب بر ثانیه رسیده است. همچنین بنابر اعلام مرکز دیسپاچینگ سازمان آب و برق خوزستان میزان دبی رود کارون در شهر اهواز امروز 3246 متر مکعب بر ثانیه است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان هم از تخلیه 234 روستای حاشیه رودخانه‌های دز، کرخه و کارون از زمان وقوع سیلاب تا کنون خبر داد و گفت از این تعداد روستای تخلیه شده 95 روستا دچار آب گرفتگی شدند. بله دیگه، امیدواریم که اتفاقات تلخی برای مردم استان خوزستان نیفته که این سدها اگر بشکن یا اتفاق عجیب و غریبی براشون بیفته خدا میدونه چه اتفاقاتی میفته. از اون طرف تو این وضعیت بلبشویی که وجود داره و مردم خونه زندگیشون رفته زیر آب، من این صدا و سیما رو کجای دلم بذارم؟ خبرنگار رفته گفته که آره بگو شایعه شده زمین‌های ما رفته زیر آب. همکارای خودم هستن و میشناسمشون بنده خدا رو. و دیگه اینقدر تابلو اینجوری میذارید هفت و دهن طرف بهش میگن که آره بیا بگو که شایعه شده ما زمینای کشاورزمون رفته زیر آب. مردم میگه شینو شایعه، عربی میگه چی خود من نمیبینی هم رفته زیر آب و اینا. ببینید این تیکه رو. پس بگیم این شایعه است که میگن آب میدن. اول بگیم شایعه که این شایعه است که میگن آب بردن سمت روستا زراعت مردم یا همینجاست. شما خودتون میبینید؟ مگه عربی میگن؟ 3 2 1 واسه شما عربی داره. سلامت باشید. این شایعه که میگن آب به روستا چجوریه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انا سعید حمودی الشارع من روستای الهاسی وهي شائعة مالت الماء غرقوا الزروع بها لهاي. شاهد موجود. بله دیگه، این هم وضعیت صدا و سیما ما که تو این هیری ویری به جای که بخواد بیاد به مردم کمک بکنه حرف میذاره دهن مردم. همه چی آرومه، میگید همه چی آرومه، بعد اون به اتفاقات میافته دیگه. به جای که به مردم نشون بدید که وضعیت بحرانی که با بحران مقابله بکنن، وقتی اینجوری همه چیز رو صافت و آروم به مردم نشون میدید، مردم میگن خب بابا اینا دروغ میگن، همه چی آرومه، کجا سلامت. بعد یه ثانیه میاد خونه زندگیشون میبره زیر آب. و از اینها بدتر مسئولین اومدن مصاحبه کردن و گفتن که آره اونایی که خونه‌هاشون بیش از 50% آسیب دیدن بدهی مالیاتیشون رو میبخشیم. بابا تو کشورهای اروپایی مالیات رو از مردم میگن تو شرایط بحرانی بهشون کمک بکنید، چون اگه 50% خونش خراب شده باشه ما بدهی مالیاتیش رو میبخشیم. اینم دیگه از اون حرفا بود. مؤدیان مالیاتی که خسارتشون بیش از 50% بود بدهی مالیاتیشون بخشوده بشه. اینم خوشبختانه دولت تصویب کرد. حالا از این بدتر هلیکوپتر هلال احمر رفته توی منطقه‌ای و می‌خواسته به مردم کمک بکنه که اومده گفته آره بچه من سر داره تو رو خدا کمکش بکنید چنان ورداشته هلیکوپتر هلال احمر رو برده تو اون منطقه
که سیل بوده از هلیکوپتر پیاده شده، فرار کرده رفته. یعنی فکر کرده که هلیکوپتر آژانس شخصیشه. از اون بدتر اون کسی که فیلم گرفته و داره این توضیحاتو میده، اولش داره میگه که آره داریم میریم به منطقه‌ای که به یکی کمک بکنیم، بعد یارو که سر کارشون میذاره و از اون هلیکوپتر به عنوان آژانس شخصی خودش استفاده میکنه، میاد میگه که آشنای فرماندار بوده. یعنی اولش نمیاد لو بده که اون آشنای فرماندار بوده و میگه آره میخوام بریم کمکش بکنم، که سرش کلاه گذاشت اونجا میاد دست به افشاگری میزنه، میگه آشنای فرماندار بوده. اینم وضعیت امداد رسانی مونه. یه آدمی اومد، یه آدم عوضی اومد برگشت گفت بچه مریض سر داره، ما رو کشون توی یکی از روستاها یادت کن. نگو محمد میخواست خودش اونجا پیاده شه، مگه الالعمل مسافرکش که این عوضی ها صافه؟ برای چی این کارو میکنی نامرد؟ از صبح دارن سگدون زنن و توی این هوا برگرده داخل با نگاه کن. حالا چون نیروی امدادیه باید هر کاری که بشه بکنید، چون آشنای فرمانداری باید یه بهتر تو امدادی یه بهش مالک بود شما بخواد توی هوا برگردی. خدا رو خوش میاد نگاه کن. الان مسیحی که مسیح آقا بچهش سر داره باید داره الالمه باید به بابای خیلی بیخیاله. من به قدیم مسیحی هم کنه تا آخرش برم ببینم چی میشه. الان داخل پرواز داریم روستا دختر بچه شد، هوا خیلی بده، سوخته اونم کم. بله دیگه این هم قسمت هایی بودش از اتفاقات عجیب و غریبی که در استان خوزستان میفته. امیدواریم که تمام مناطقی که الان زیر سیل هستن، مثل استان گلستان، مثل استان فارس، کوکیلوی با رحمت، لرستان و خوزستان، قسمت هایی از مناطق کرمانشاه وضعیتشون بهتر بشه. از دولت که امیدی نمیره و مطمئن باشید که دولت آنچنان که باید و شاید که در حد شعاره که میگه ما کمک میکنیم، دولتی هیچ کمکی نخواهد کرد و مردم باید خودشون دست به دست هم بدن و به اون کسایی که توی سیل اتفاقات عجیب و غریب براشون افتاده کمک بکنن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. ممنونم.